سلام دوستان، روزتون بخیر. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و کیفتون کوک باشه. بازم یک برنامه دیگه، یک پادکست دیگه در رابطه با ترانه های درخواستی. لازمه یک توضیحی بهتون بدم دوستان، چون آهنگ های زیبای خواننده های که شما درخواست میکنین در یوتیوب کپی رایت میخوره، من مجبورم که خودم اجراشون کنم. پس بنابراین گله نکنین که چرا موزیک مورد نظر رو نذاشتین، چون یوتیوب آهنگ کپی رایت میخوره، حفاظت از محتوا میخوره، اونو میبنده. یعنی انگار که عملا هیچ موزیکی پخش نمیشه. به همین دلیل من به این فکر افتادم که خودم براتون اجرا کنم. درخواستی داریم از خانم یا آقای زوفی از لس آنجلس که درخواست کردن یه آهنگ قشنگ از آقای میثم ابراهیمی عزیز براتون اجرا کنم. بله، آقای میثم ابراهیمی عزیز، خواننده خوش صدای ایران. خب من تا وقتی که اون موزیک قشنگش رو پیدا کنم، بریم براتون یه موزیک ملایم فعلا بذارم تا آهنگ رو پیدا کنم. حالا موزیک رو گوش بدیم. Was lost in pages chasing skies, dreams too big for quiet eyes, mountains call through silence. No, I walked alone, I didn't know, but every storm became a flame, every wound a whispered name. I found my strength in frozen breath and danced with shadows close to death. Broke beneath my feet. Eagles cried in cold defeat. I held the fragile, healed the wing, and heard the forest start to sing. I fell, but branches held me tight, grateful heart in morning light. The cave was
خب دوستای عزیزم، امیدوارم از این موزیک قشنگ نهایت استفاده و لذت رو برده باشید. موزیکی که براتون در نظر گرفتم خانم یا آقای زوفی عزیز به اسم یادته میثم ابراهیمی عزیزه. حالا آماده، شروع کن. وقتی روز تولدمو هنوز میبینم که یادته، میدونم که برمیگردی تو یه روز عشقم تو این رابطه. وقتی که تو عکسامونو دور نریختی یا هنوزم تو اتاقته، میدونم که جای من مثل اون روزا توی قلبت ثابته. برمیگردی پیشم نگه نه دنیای من، باز عشق تو میشم مگه نه رویای من. دنیای من تو حرفم همش اسم تو میبرم. دنیای تو کیه که من ازش بیخبرم. دنیای من بعضی شبا میپرم از خواب همه جا یادتم. بیا جون این عشق بیا که خیلی بی‌طاقتم. دنیای من این شبا حیفه بدون چشات. برگرد پیشم عاشقتم تو رو جون چشات. دنیای من بعضی شبا میپرم از خواب همه جا یادتم. بیا جون این عشق بیا که خیلی بی‌طاقتم. هرکی بتونه دلمو میشکنه تو با من اینطور نباش. هیچکس تو عمرم منو اینجوری مثل تو دوست نداشت. هیچکسی مثل تو گوشه قلبشو واسه من خالی نکرد. دستامو ول نکرد عزیز دلم تو این روزای سرد. دلم خوشه به چشات هنوز دنیای من. هوام هوا تو داره هنوز رویای من. دنیای من تو حرفم همش اسم تو میبرم. دنیای تو کیه که من ازش بیخبرم. دنیای من بعضی شبا میپرم از خواب همه جا یادتم. بیا جون این عشق بیا که خیلی بی‌طاقتم. دنیای من این شبا حیفه بدون چشات. برگرد پیشم عاشقتم تو رو جون چشات. دنیای من بعضی شبا میپرم از خواب همه جا یادتم. بیا جون این عشق بیا که خیلی بی‌طاقتم. دن 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 دو 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 دی 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 خب اینم از موزیک میثم ابراهیمی عزیز که خونده بود. خیلی قشنگه. من خودم که 24 اینو گوش میدم. امیدوارم شما هم 24 صدای منو گوش بدین. گرچه صدای من مثل صدای میثم ابراهیمی عزیز صاف و قشنگ و خوشگل نیست، ولی ممنون که صدای قشنگ منو تحمل کردین. اگرم یه مقدار خش داشت به خاطر اینکه تازه از خواب بیدار شدم. مرسی. لطفاً زنگوله رو بزنین، منو فراموش نکنین، منو پیدا کنین، سابسکرایب هم کنین. و اینکه یه چیزی که هم میخواستم بگم یادم رفت. چی بود؟ ترانه‌های درخواستیتون رو اگه دوست داشتین برام کامنت کنین. من براتون اجرا میکنم با نام خودتون، یعنی نام خودتون رو میذارم
که همه عالم و آدم بدونن که کی این ترانه زیبا رو درخواست داده. در ضمن هر ترانه ای هم باشه من اجرا میکنم براتون، باور کنید. به هر زبونی هم که باشه من کاملا اون زبون رو براتون اجرا میکنم. خب دوستان عزیزم، پادکست شماره 2 هم به پایان رسید. ممنون از همراهی و توجه شما دوستان. تا روز دیگر و پادکست دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. قربون شما، پس تو می